اولین قدوم رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد قبا میرسه. مسجد قبا در رسول قدم میزنند، میدراین، میگه اصحاب با یک شکوه و ولوله، میگه همه در پیش رسول الله. وقتی که قبا در قدم میزنند، پیامبر شیشتگی بده، اصحاب میگه گمان کردیم که پیامبر از آسمان خبر گوش میکنه، گمان کردیم که رسول الله از آسمان خبر گوش میکنه. بعد از او ایستادیم، گفتیم چی هست فرستاده خدا؟ میگه گفت حاضر اگه استقبال کنه یا بهشتی پیش نامید رویا. همه میگه حیران شدیم که کیه این بهشتی، کی میدر اومده باشه؟ ناگهان میگه در این مسجد کلام بود، میگه صحن مسجد یک انسان میدرو، لباسای چنگ، بدن ها کپیدگی، روموی ها ژولیده، میگه میدروی صهیب ابن سینان. این تاجر بود، 100 شتر متریال گازوار میزنه و مکه میدرو که زنش خبر میده که پیامبر از مکه هجرت کرده. همون 100 شتر مال و متاع میپرتویا، سر در بیابون میزنه که رسول الله رفته گفته. بعد از اون میدروی میگه نفر بیشتر را دیده، میگن بله. میگه صهیب تجارت مبارک شوه. میگه چی تجارت؟ میگه ساعتی پیش خدا وعدت داد منده. گفت چی داد؟ گفت و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ای پیغمبر، از گروه مردم نفرای هستن که به خاطر تو تمام تجارت پس پا میزنن، کفای تو میبیایم. گفت مبارک شود خدا به حد سوداگری تعریف کرد. چی سودا کردی؟ گفت مال و متاع همش مکه در پرت کنم اومدم. گفت بعد از این مردم در ما وعده میتیم که بیشتر میدروی بینشم. صهیب، این صحابه در زمان خلافت حضرت عثمان در همین انطالیا امروزه خاک شد، در همین جنگ بین کاتولیکا. اگر یک مرتبه خدای کرد انطالیا روی خبرش میبینی صهیب، همون کسی که هر پیغمبر خدا گفت مبارک چه وی تجارت، خدا سودا تا تعریف کرد. تمام بزرگان مدینه شیشتن و مصلحت کردن که پیغمبر یک روز در بستان سرای ما میسته، اینش که در باغ من میسته و ایش که در خونه من میسته. کلانای مدینه همه صدا بلند میکنن که پیغمبر در خونه ما میسته. همین حالت میگه مردی فقیر و ناداره که دو دختر داره و یک خانه داره و اندک کورپچه و یک خانه پدولدار داره، هیچ چیز نداره، این زبان درازی کردن نمیتونه که گوه که پیامبر خانه منده میسته. این کیه؟ ابو ایوب انصاری. این هم در همون جشتگه کلان شونده ها میگن خانه من شطوری بریام، این و همه گفته این فقیره، ناداره، نمیدونه چی گوه. ناداری هم سنگه. بعد در اوی میکنه و بیرون میبرای و کمتر میسته. بعد مدینه سلخینه، زیر خرما میشنه و میگه ای پروردگار، همه مردم از دورندگی جز فخر داره. اینش میگه رسول در دسترخوان من، بستان سرای من، خانه من، دری من، لیکن من ندیدم همون پیغمبری طرف. همون نفرایی که روی کرده من هموها را دیده ایمان آوردم. نمیشه که همین پیغمبر تا خودت خونی کم بغلی ما بیاری. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه یک نعمت بزرگ در این زمین آمدن، چه یک شخصیت در این زمین آمدن، چه یک نعمت آمدن که امروز الحمدلله که برادر ما پیرواشه. از این نعمت بزرگ، از این سزاوارترین نعمت دیگر برای ما نمیشود. این شخصیت وقتی که در قرآن در 292 جاش کلمه آمده که ربک ربک ربک، من خدای تو، من از خدا بودن بطه. هر آینه پیامبر صلی الله علیه وسلم چیکار میکنن؟ خداوند ناز میکنه. موسی علیه السلام در تورات به بنی اسرائیل نصیحت کرد یهودی‌ها ده. ای بنی اسرائیل، از بین کوههای تهامه، یعنی که از بین کوههای ابو قبیس مکه، برادر ما به دنیا میبیا و آخران پیغمبره، ریشه شرک ای زمین میکنه، عدالت جاری میکنه، همسایه داری را به شما می آموزانه. او پیغمبری هست که در دو قبله نماز میخونه، هم قبله یهود نماز میخونه، با مسجد قبلتین میشه و با قبله حضرت ابراهیم در نماز میخونه. این پیغمبری است که در این زمین میبیا تمام دنیا در حلقه دینی میدروید. نصیحت موسی علیه السلام، جوان مردی را شما از این نفر یاد میگیری.
یعنی که جوانمردی و مردی را شما از رسول الله یاد میگیرید و حضرت موسی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف روایت میکنه که غنیمت آمد، وادی های مدینه از تمام غنایم و از مال و گزوار دنیا پر میشد. همین خیلی پر شد، گفت که بین دو وادی پر بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن، تمام بیوزن و یتیم و بیچاره ها میگه در تقسیم غنیمت آمدن، نماز شام میگه فرستاده خدا ما دیدیم که دستاش شپونده و برآمده است. همه را میگه مردم در بخشیدن. همون روز میگه 100 شتر حضرت معاویه دادم. از رسول الله جوانمرد کسی را ما ندیدیم. حضرت خالد ابن ولید میگه که بنی تیمه، یعنی بنی تی فرزندان حاتم تای بودن، اسیر غلطیدن. میگه وقتی که آوردن اسیرشان، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در در نشستگی بودن و پیامبرم خیلی نگاه کردن، گفتن صدای کیه در بیرون بلند نبرو؟ گفتن صدای یک زن و اصل داره در زیر زنجیر است. گفت که او زنجیر اوی که نه صدای شناس میتوه. گفتن چی با؟ گفتن برای آن که ای صدای او گو من فهمیدستم که اون نطفه کدام جوانمرد است. بعد از اون پرسیدن که کی؟ گو من دختر حاتم توی میشم. رسول الله گفتن که نطفه جوانمرد، گفتن سرت پدر این در تاریخ مرد و جوانمردترین مرد تاریخ گذشتگی است. تمام قبیله را به حرمت حاتم توی گو جواب ته برای وگویر غمتی. حضرت انس ابن مالک میگه 10 سال خدمت جناب پیغمبر کردم، یگان اوقات و خوراک در خانه رسول الله از سیر زیاد نمیستو. یا میخورد یا میبخشید یا برآورده کوچه مردم نمیدو. من ندیدم یگان بود. روز از غنیمت میگه کرته های زیاده با رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد. میگه پیامبر اکرم کرته ها را تقسیم کردن. همین حالت شیشان شونده بود که یک یهودی بچه در آمد و از پیامبر پرسید یک کرته بودی. میگن پیامبر که کرته های غنیمت تمام شد. حضرت علی میگه کم در شیشته بودیم که رسول الله همون جیله که مسجد رویشون پوشیدن میانشون بستیان، کرته بدنشون آوردن در همین یهودی بچه دادن. بعد از اون گفتم که فرستاده خدا شما کرته نداره این خدا نمیتی اخی. مگه وقت امید کرده اومده. میگه همین اندک نبود که مادرش خدی میگه در آمدم. بعد از اون میگه زن یهودی فرستاده خدا را دید، گفت که میدونی چی؟ ای پیغمبر ما محتاج کرته نیستیم، ما محتاج متریال دنیا نیستیم. مادام موسی در همه حالت توکل به خدا انسان از غم و اندوه از تمام چیز نجات می‌دهد. برای همین ما و شما توکل به خدامون قوی کنیم. ما درباره توکل خیلی صحبت کردیم. دویمش بود تفویض. تفویض از توکل یک درجه بلند نزد الله ده. وقتی که ما میبیاییم بیمارمون در دکترخانه میمونیم، تمام شرایط میکنیم، اون نقض میشوه نمیشوه، او را باید ما از خدا بینیم. انا تفویض میگم. همه شرایط کردی. بسیاری بیمارا بیچارا شرایط میکنن، شما با دنیا میگذرن. تمامی کار میکنن و از دنیا میگذرن. فرزند میبرن در دانشگاه میمونن، همه شرایط میکنن اما ناموفق میشوه. اینا میگن تفویض. اگه بیا به خدا سپرشه که انامین باید باشه. تفویض همین بوده است که تمام امر به سوی خدا روانه میکنی. جود جوانمردی میبینی، سخا تیندگی میبینی، صدق راستی میبینی، کذب دروغ میبینی، فریب میخوری، شکست میخوری، غلبه میکنی. اینا میگفتیان تفویض. اینا به خدا روانه کن. دویم ریشه اخلاق حسنه همین بوده. بسیاری انسان ها نغز سر میکنن، بیزیب تمام میکنن. کاری نغز میکنن بیچاره عاقبتش خوب نمیشود. برای همین الله جل و علا شأنه در قرآن فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لکی لا تسوا علی ما فاتکم. بسیار زیقی غصه نخوری اون چیزی را که ای دست داده. بسیاری چیزا را ما ای دست دادیم برای وقت غصه نخوری. میگه وای به خدا سپاری. من یاشیمون رفت، جوانیمون رفت،
شانس و کارهای خوب داشتیم از دست رفت، بسیاری چیزا داشتیم همین چیز از دست رفت، زیق نشوید. لکی لا تساو، ایجمال غمگین نشوید علی ما فاتاکم. بسیاری چیزا ما از دست دادیم، زیقی نکنید دیگه، غمگین نشوید. رفت و دوره گذشت، برگذشته صلوات. ولا تفرح لما آتاکم، با خرسندی نکنه که او چیزی که در دست شما داده. خرسندی نکنه که از پشت هر خرسندی امتحانه. ای پشت هر یک چیزی که در دستمان داده امتحانه. شاید همین فرزندامون امتحان من شوه، شاید همین پولی دادگی خدا در ما داده امتحان من شوه، شاید همین دنیایی که ما داده با امتحان من شوه. ایدم خرسندی نکنه، خرسندی نکنه. میگه بسیاری در خدا شاید که هر چیز آخرت شه، انجام شه، چی گپ میشوه، امتحان شه، نتیجه شه به نظر گیریم. ما نمیدونیم که آینده همین کارولی چیه، ما آینده شه نمیدونیم. ما نمیدونیم که عاقبت هر یک کار چی میبره بالای سر ما. در این میگه خرسندی نکنه زیاد. بسیاری من در تولد فرزندامون خرسندی میکنیم، بعد کلام میشن به هر دردی سرمون میشن. در دارایی پول خرسندی میکنیم، بسیار دردی سرمون میشن. در گرفتی ماشینای سبک‌رو خرسندی کردن بسیاری انسان ها همون ماشینا آفتش که بین رفتن. چیزی که در دست داریم اودم خرسندی نکنیم، چیزی که ای دست رفت اودم زیق نشویم. چیه این؟ توکل و تفویض. معنی تفویض چی بوده؟ که به خدا مش روانه که من حاضیم اومدیم در مسجد شیشتیم، طهارت داریم، منتظر نماز شامیم. یک وقت میشم که یا عملی ناشایسته میکنیم، شام ثوابش از بین میروه. معلومه که به خدا روانش که خدا قبولش نکرده. و خدا با داره قبول داره، قبول داره، ناقبول داره و موردی پذیریش داره که قبولش نمیکنه. انا میره میگفتن دیومنگیش تفویض اخلاق مسلمان بلند میکرده، تربیه مسلمان بلند میکرده. یک انسان میخیزه رهی دراز تای میکنی سرزمین میبیون، اما یا بیمار میشه و خونهش بیچاره دست خالی میروه. اکی را تفویض به خدا کنه، اخی تفویض به خدا کنه. بسیاریمون میبینیم در همینجا پیش یک برادرمون اگر همون مبادا خدمت کرده نتانمونه در بالا مونده میروه، تو من آوردی، تو من این کردی اون کردی، گریبون شما قبیم عزیزم این خطا های، این تفویض های. ما نمیدونیم پگه چی گپ میشوه، ما نمیدونیم پگه چی گپ میشوه. شاید که پگه هم آدم از دنیا گذره، شاید هم آدم به یک بیماری گرفتار شوه، شاید هم انسان به یک تهمت گرفتار شوه و ما هم گریبانی او را قبیده میگردیم. مسلمان باید تفویض داشته باشه. معنی تفویض چی بوده؟ چی کاری را که میکنی و کردی با نتیجه و آخرت و عاقبت و اخدا طلب کرد. که پروردگار مهربان نسبت این کار چی میگه؟ پروردگار مهربان نسبت عمل چی عمل اجرا میکنه؟ اینا میگفتن تفویض. در برابر این سیومین چیزی که اخلاق حسنه را بزرگ میکرده یا اخلاق حسنه را قوی میکرده، ما آدمایی به تربیت میشیدیم، نام این بوده تسلیم به امر خدا. خیلی انسانی در کاره که در امر خدا تسلیم شوه. حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک مرد میبیو، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که من فقیری را دوست میدارم، نمیخوام که به دولت باشم، بیماری را دوست میدارم، نمیخواهم که سالم باشم. گفته چی با اخی؟ گفته بسیاری به دولت ها را دیدم امروز یک کارایی را کرده است که اینا جهنم میرن. بسیاری آدمای سلامتی دار را دیدم کلا شکر خدا را به جان آورده است. ایوه من خدا کسل کنه و فقیر کنه. به حضرت در جواب گفت که نه این گپ نگو، ما این ده توکل و تفویض داریم، ما این ده تسلیم داریم که هر چیزی ده که خرسندی خدای همون بین سری ما ده شوه. یعنی که با جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه را نصیحت کردن که هر چیزی که بین سری ما ده می بیایه خدا راضی باشه همون ده ما راضیه.
رفته که دمو ثروت خدا روزی باشه چون ما روزی نبودم. رفته که دمو بایگری روزیگی خدا باشه چون ما روزی نبودم. رفته که در همو فقیری غضب خدا باشه با ما روزیم. رفته که در همو بیماری که غضب الله باشه با ما او در روزیم. نه، فقط روزیگی الله باید ما طلب کنیم. گو نه صحابه بزرگ نه، هر چیزی که روزیگی خدای همو باید ما روزی شیم. خیلی وقتی که روزیگی الله در زندانی ما باشه خیلی گپ نه، ما روزیم. روزیگی الله از دست دادن فرزند باشه ما روزیم. روزیگی الله در بیماری ما بوده ما روزیم. روزیگی الله در نابودی ما باشه ما روزیم. انامین اینا میگن تسلیم امر به سوی خدا. هر انسان باید تسلیم امر داشته باشه، هر یک امر دا تسلیم شویم. انامین سیومین کاری که انسان در امر خدا دادگی در امر خدا تسلیم میشده، این یکی از چی بوده؟ اخلاقهای حسنه اسلامی. باید انسان تسلیم شود. امیرالمومنین فاروق اعظم وقتی در نماز بامداد حضرت خنجر میخورند، بعد از اون امر میکنن که تا نماز عصر خلیفتون یوی، خلیفتون معلوم کنه که من در نماز عصر نیستم دیگه. بعد از اون میگه با صدای بلند صدا میکرد که پروردگارا من در این امر تو راضیم، من در این مصیبتی بالام اومدگی در تسلیم امر تو، هر چیزی که در او راضیگی تو باشه من راضیم. بعد از اون میگه صداشو بلند کرد که عبدالله پسر عمر، که حضرت میگه دوید اومد گفت که لبر گفت پدر جان، گفت غصه نخور بچم، غمگین نشو بچم، گریه نکن بچم، شینو نصیحتامو گوش کن. گفت تمامی مردم پیشنهاد کرده سیان که عبدالله را به جای خود جاینشین مون، من تو را جاینشین نمیمونم، برای که چی فایده از خلافت و راهبری کرد از یک عائله یک کس بس همین من کردم. دویم میخواهم که در نزد الله فرد از خاندان من یک کس از این مسئله جواب تیه. سیوم گو غوصه نخور، اکنون تو باید تسلیم باشی در امر خدا، زیرا که مرگ به هر لباس می بیا. امروز ما به همین لباس آمد که به جان ما سوی قصد شد و من خرسندم که از دست مسلمان کشته نشدم و من خرسندم که از دست یک منافق کشته شدم و دعوای من فردا بالای سر یک مسلمان ده نیست، دعوای من که بالای سر یک منافق ده. من از این کارم راضیم و تو را نصیحت میکنم بچم، هر چیزی که در دین تو ضرر میبیاره از او گریز، هر چیزی که در دین تو فایده میبیاره او را قاب. و اگر فقر تنگ دستی بالای تو دا بیایه مثل کوههای دنیا هم بار شوه، هیچ محل شریعت پیغمبر خور نکن. با شریعت باش، با اسلام باش، با دین باش و همیشه آدمای شکسته دل و مظلوم دوست دار و آدمای ساده را دوست دار، زیرا آدمای ساده و مظلوم اونها آدمای اهل ضرر نیستن. و همیشه این نقض دان علما را احترام کن فرزندم. اگر علما احترام نشوه، علما قدر نشوه، دانسته باش که شریعت خور میشوه، شریعت حرمت نمیشوه. برای همین برادرها این نصیحت های امیرالمومنین در وقت مرگ شانه، بعد از او گفت در کار خدا تسلیم باشه، در کار خدا تسلیم باشه، در کار خدا تسلیم باشه تا که ایماناتون سالم مونه. هر چیزی را که ما میبینیم این اول نوشته شده برادرها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند 50,000 سال پیش از آفریدن زمین و آسمان خداوند چیزی که بالای سر آدم دمی آمد او را نوشت. ولی 50,000 سال پیش از آفریدن زمین و آسمان. امروز ما غمگین میشیم، ما خرسند میشیم، بالا مونده مصیبت میبیا، بالا مونده بدی میبیا، بالا مونده چی عملی شایسته و ناشایسته میبیا، ایرا نغزان این نوشته شده گرد، این نوشته شده گرد. امروز ما میبینیم چه مصیبت و بلا و کلفت و رنج و غریبی و مسافرت، این خدا عمل نوشتگی های.
با او بالای سری ما دمه بیا. انمیده باید ما تسلیم شویم، تسلیم به امر فرمان خدا. کسی که به امر و فرمان خداوند اگر تسلیم شود، او انسان سیوم شاخی اخلاق اسلامیش درختش بیدار بده. حتی حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر حدیث روایت میکنن که رسول اکرم فرمودن که خداوند تمام امر در بالای فرزند آدم نوشت، حتی العجزی و الکیسی، حتی که یک خندیدن، حتی یک خفه شدن هم در اونجا نوشت. در نامه اعمال شما حتی یک خندیدن و یک چی را گفت؟ یک همین میجه زدن، خفه شدن در همونجا نامه اعمالتان در نوشت. این رای خدا دانه، تسلیم شوی به امرای خدا. کسی را اگر خفه میکنن، کسی را میخندانن، این همون روز خدا نوشته بوده. چهارمین چیزی که پروردگار برای اخلاق ما علما را آورده که اخلاق اسلامی شوه، اخلاق مقصد گپ دینی شوه، ما مسلمان شویم، رضایت امر خدا به سوی خدا. برادرها راضی باشه، از زندگی راضی باشه، از این زندگی ها باید ما راضی باشیم. من امروز خدا برای ما زندگی داده، این زندگی باید ما راضی شویم. هر کسی که از زندگی دادگی خدا راضی نمیشوه، او را یگان خدای دیگر را کاوه گفته جناب پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که پروردگار در حدیث قدسی فرمود که حبیب محمد صلی الله علیه و سلم، هر کس به قضای من دادگی راضی نیست، هر کس به تقدیر من کردگی سر نمیفراره، هر کسی که من قلم تقدیر در زندگی او نوشتم رضایت نداره، رو سراغ دیگر پروردگار. یعنی ما ای بندگی میبرویم وقتی راضی نباشیم. امرای خدا را به سوی خدا باید ما روانه کرده راضی باشیم، رضایت داشته باشیم. انمو وقت اخلاق ما بیدار میشود. اینا میگن اخلاق حسنه، اینا میگن اخلاق اسلامی، اینا میگن اخلاق مسلمان. برای همین هر یک فرد مسلمان باید از امرهای پروردگار رضایت داشته باشه و اینا را همش ای خدا دانه. انا همین میگن برادرها اخلاق، انا همین میگن عرفان، انا همین میگن علم، انا همین میگن عین عرفان. برای انا همین هر یک انسان باید عرفان داشته باشه. عرفان چیست؟ شناخت. معنی عرفان چی بده؟ شناخت. هر انسان باید عرفان داشته باشه. انا همین میگفتن عرفان، شناخت. گاهی میگن که اهل عرفان یا عرفان چیه یا علم چیه. عرفان ایرا نقض دانه برادر، ایرا میگن شناخت. گاهی میشوه که انسان یک قطره را میشناسه، گاهی میشوه انسان یک بحر را میدانه. آدما هم در شناخت خدا همه خیلن. گاهی میشوه که یک قطره میدانن، گاهی میشوه یک بحر میدانن، گاهی میشوه دو قطره میدانن، گاهی میشوه که اقیانوس میدانن. این وابستگی به تلاش هر یک انسان است. همین قدر شما و ما تلاش کنیم عرفانمون شناختمون به قوت باشه، خدا همون قدر ما عطا میکنه. هر انسان وابستگی از تلاش خود شد. این تسلیم و توکل و تفویض و رضایت ما صحبت کردیم، اینا میگن برادرها شناخت. حتی در زمان یونان قدیم هم عالماش اینا نوز میگفتن شناخت. همین نوع شناخت علمی هم در همون عابد است. اینا نقض دانیم که هر انسان وقتی که اگر علم گپ بزنه، علم آزمایش دوست می‌داره، علم دیدن دوست می‌داره، اختراع را دوست می‌داره، اما عرفان این یک بینیش است. باید ما یک بینیش داشته باشیم در اخلاق ما. اخلاق ما یک بینیش داشته باشیم. همه علم نویگری داره، همه علم آسته آسته درونش عوض شد، مگر علم ادبیات عوض نمی‌شود. ما اگر 100 بالا میریم پایان میریم، ما را از روی تاریخ ادبیات ما میشناسن که ما چقدر قوم و ملتیم. بزرگا گفتیان که ادبیات اسلامی دوام عمر رسول اکرم است، دوام عمر جناب پیغمبر است، دوام عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
که اینها انا همون علم، انا همون قرآن، انا همون سنت به این رشته ها آوردن تا اینکه ما صاحب عرفان و شناخت شویم. اینا میگن علم، اینا میگن شناخت، اینا میگن عرفان، اینا میگن مقصد هر یک انسان باید شناخت. گاهی میشوه که انسان خودش میشناسه، گاهی میشوه که انسان خدا را میشناسه. گفتی فخر رازی گفت است که شما اگر دو انسان باید تیزتر مسلمان شود، تیزتر به خدا بیاید. گفتی ان کیا هن حضرت؟ گفته یکم کالبد شکافا، خیرورگا. برای آن که خیرورگا آدم میکشاین با آدم سر و کار دارن، نگاه میکنن که آدم چی گونه عضواش جا به جا. همین خیلی عضوا جا به جا که معلومه که این به یگان آفرنده محتاج داره که آدم جا به جا کرده است. یکم گفته باید اهل عرفان و اهل شناخت و به خدا نزدیک خیرورگا شوند، برای که اونها میبینن بدن انسانه، اونها میبینن این پوسته، اونها میبینن این گوشته، اونها میبینن این عصبه، اینها میبینن استخوانه. هر یک این شناخت داره. اینا تستر باید اولیای خدا شوند. اگر درون انسان هوی میکنی میبینی او ارگان و یک دنیای عجایب میبینی. اگر من از پرسم که همین آدم میشناسی میگه نامش میدونه، اما خیرورگا آدم دیگه خیلی میشناسن، برای که باید درونی آدم دیدن، رگ و پیوند دیدن. انا همین ده باید ما تسلیم شویم به خدای بزرگ. یکم باید خیرورگا گفته تستر بیایم به سوی علم عرفان و اولیاگی. دویم گفته است تاریخ شناسا. تاریخ شناسا اول گفتن باید خشان شناسن. یک مراتبه خود فکر کن از یک قطره آبی اینقدر خدا صنعت داده، اینقدر خدا بزرگی داده. ایره شناخت میگن، ایره مقصد دیگه یک بینیش میگن. علم دیگر چیه؟ علم امروز انسان آباد کرده، ای کدام سیستمی باشه لابراتوری ها را بینه این برای آدم، همه ایچه برای آدم های. اما شناخت بینه که خدا را بینه که یک مخلوق آفریده، تمام علم برای همینه. آشخانه هم برای همینه، جایی مقصد دیگه ورزشگاه هم برای همینه، تئاتر هم برای همینه، مسجد هم برای همینه، بازار هم برای همینه. یک بار فکر کنیم بینیشه که از یک قطره آبی که همه چی برای همینه. جنت هم برای همینه، دوزخ هم برای همینه، پیغمبر هم برای همینه، عرفان هم برای همینه. فقط دیدار حضرت دوست خدا هم در جنت برای همینه. باید آدم خوش شناسه که من کیم. همه چیم انا همین برای ما های. ایره میگفتن عزیزا چیز؟ عرفان. ایره میگفتن شناخت. هر کسی که خوش شناسه او خدا را میشناسه. هر کسی که خوش شناخت خدا را میشناسه. تا خود نشناسی حالی خدا را نمیشناسی. همین یک مراتبه شین بدن تا نگاه که یورا کیروس کرده. علم به واسطه 5 چیز حاصل می شود: دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن، مالیدن. و 5 چیز علم حاصل می شده. او جمع می شده با در علم منطق ریخته می شده. می گفتن که منی ورق تولدش ایچیه درخت. اما گفته علم عرفان به اینها محتاج نیست. این علم فراست میگن. علم چی میگن؟ فراست. معنی فراست همینه که این 6 چیره عربا 6تون چند میگن؟ 6. عربا چند 6 چند میگفتین؟ 6تون. فراست این 6 تا بیرون یک علمی هست که او را میگن علم عرفان و تصوف و ایدرون دل بیدار میشود. او را با واسطه تلاش شد میاوی. علم اخلاق نمیای. این را میگن فراست. چشم ششم در تو بیدار میشود. خداوند بصیره داره، خداوند بصیره بصیر داره، میبینه با هسته بینیش و هسته ابصر، چشم درون. انسان ها را چشم درونشان بیدار شوه، اونها را میگن اهل فراست. بعضی آدم ها را میگن که و هیچ فراست نداره. انا همین علم اخلاقه که این قروز ما گپ میزنیم. انا همین علم عرفانه که قدر ما دربارش صحبت میکنیم. خوشا به حال انسان هایی که فراستاشون بیدار شوه. خوشا به حال انسان هایی که آدمی به فراست شوه. حضرت امام شافعی گفته است که 100 عالم جواب میتیم، یک جاهل جواب دادن نمیتونه. برای که جاهل
او انسانی به علم به سواد از این دنیاها به خبر ایاخی او. برای همین خداوند همه ما را اهل فراست کنه و ما را اهل فهم کنه و اهل درک کنه. عاقبت کارمان خدا با خیر و ایمان ما به سلامت کنه. اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اصحاب الاجمعین. آمین یا رب العالمین. صفور راست گیره.